خب بریم سراغ قانون کلون. کلون متوجه شد که بارهای همنام همدیگر دفع میکنن و بارهای غیر همنام همدیگر رو جذب. اما میخواست ببینی که خب چجوری میتونه اینو به صورت ریاضی بیان کنه، در واقع یک قانونی رو پیدا کنه برای ارتباط بین نیروی که در واقع 2 بار دارن به هم وارد میکنن و حالا پارامترهایی که اونجا هستن و میتونن اثرگذار باشه. برای همین اومد 2 بار Q1 و Q2 رو در فاصله R از هم قرار داد و نیرو رو توسط اون نیروسنجی که داشت اندازه گیری کرد و حالا این اسم حالت بگیم F1 رو مساوی با F این حالت 1 هست و نیرو حالا یه مقداری شد، کاری نداریم چرا. بعد اومد این فاصله رو در واقع 2 برابر کرد، 2R شد، نیرو رو اندازه گیری کرد، بعد فاصله رو R دوم کرد و نهایت R3. خب موقعی که فاصله رو 2R کرد، 2 برابر کرد، مشاهده کرد که نیرویی که این 2 بار به هم وارد میکنن، نیروی حالت 2 1/4 نیروی اولیه شده. یعنی اینکه موقعی که ما فاصله رو 2 برابر میکنیم خب نیرو کم میشه، این که انتظار میرفت چون سخت‌تر میتونن روی هم اثر بذارن. اما نکته‌ای که جالب هست اینه که نیرو نصف نمیشه، نیرو 1/4 میشه. موقعی که R رو نصف کرد مشاهده کرد که نیرو در حالت سوم 4 برابر شده و در حالت 4 هست که در واقع 9 برابر شده نیرو. یعنی هم موقعی که فاصله رو زیاد میکنم، علاوه بر این که متوجه شد که نیرو کم میشه، متوجه شد که چه رابطه ای هست بین اون مقدار در واقع فاصله ای که من کم کردم، کاهش دادم، با کاهش نیرو یا افزایش نیرو. الان موقعی که R رو نصف میکنه مشاهده میکنه که نیرویی که در واقع بین این 2 بار هست 4 برابر شده و از اینجا نتیجه گرفت که در واقع F یا نیرویی که بین 2 بار نقطه‌ای که به هر حال پین شدن در فاصله R، اون نیرو متناسب هست با 1/R2. این در واقع یکی از مهمترین کارهای کلون بود و تونست رابطه بین فاصله و نیرو رو به دست بیاره. این رابطه 1 نیست، نمیدونم 1/R3 نیست، 1/R به توان 2 هست. اما آیا فاصله تنها پارامتره؟ خب نه، مسلما پارامترهای دیگه ای هم دخیلن در اینجا. پارامتر دیگه ای که دخیل پارامتر خود اندازه خود بارها هست. برای اینکه در واقع کلون بیاد اثر اندازه بارها رو در واقع به دست بیاره یا محاسبه بکنه، این بار اومد فاصله ها رو یکی گرفت دو کیو و اندازه بارها رو تغییر داد در فاصله های برابر. خب اینم از این. خب اینا همه فاصله شون R هست دیگه، من نمی نویسم، فاصله همه اینا R هست. در حالت اول باز هم همونجور که دیدیم F حالت 1 رو اندازه گیری کرد، یک مقداری و اسمشو F میذاریم. در حالت دوم F حالت 2 وقتی که یکی از بارها 2 برابر شد، دید که نیرویی که بین این 2 بار هست هم 2 برابر میشه. در حالت سوم وقتی که این یکی بار رو 2 برابر کرد اندازش رو، باز
مشاهده کرد که نیرویی که بین این دو بار هست 2 برابر میشه. در واقع اینجا یک کار دیگه ای هم که در واقع یک نتیجه دیگه هم گرفت، مهم نیست کدوم بار، هر کدوم از این بارها میتونن نقش برابری داشته باشن توی افزایش نیرو و در نهایت موقعی که این 2 بار رو 2 برابر کرد اندازش رو، دید که نیرو 4 برابر شد و از اینجا نتیجه‌ای که گرفت این بود که نیرو متناسب با Q1 Q2، نیروی بین 2 بار پین شده در فاصله ثابت R متناسب با Q1 ضرب در Q2. خب حالا 2 تا تناسب در واقع ما گفتیم آقای کلون تونست نتیجه بگیره. یک، F متناسب بود با 1 برابر 2، دوم F متناسب بود با Q1 Q2. از اینها نتیجه گرفت F متناسب با Q1 Q2 تقسیم بر R2 و هیچ پارامتر دیگه ای هم اینجا دخیل نیست، یعنی شما نمیتونید پارامتر دیگه ای اینجا بگید که مؤثر روی نیرو. اما موقعی که در یک آزمایش حالا خیلی دلخواه انجام داد و اومد چندین بار، در واقع نه یک آزمایش، چندین آزمایش متفاوت انجام داد با مقادیر مختلف Q1 Q2 R، همه اینا رو همواره تغییر داد و مشاهده کرد که این نیرویی که اسم این 1 باشه، این اسم این 2 باشه، نیرویی که بار 1 به بار 2 وارد میکنه و حالا بار 2 به بار 1، این نیروها با هم اندازه‌شون برابره اما در خلاف جهت هم هستن. ولی اندازه‌شون، اگر من این اندازه رو اینجوری بذارم، برابر با همون F هست. اندازه‌شون برابره اما جهتشون خلاف جهت همه. یک بار دیگه جهت رو بنویسم. چرا؟ به خاطر قانون سوم نیوتن. نکته دیگه ای که باز کلون متوجه شد، فقط اینجا دقت کنید نحوه نامگذاری من رو، نیرویی که بار 1 به بار 2 وارد میکنه، این نیرویی که به بار 2 داره وارد میشه، بار 1 به بار 2 داره نیرو وارد میکنه، در واقع اون باری که نیرو وارد میکنه رو سمت چپ و اون باری که نیرو وارد بهش میشه سمت راست. خب کار مهم دیگه ای که کرد کلون، از اون آزمایشاتی که گفتم انجام داد روی در واقع چندین تا آزمایش در حالتهای متفاوت، مشاهده کرد که این مقداری که به دست میاره زمین تا آسمون فرق داره و مقدار نیرویی که این 2 بار دارن به هم وارد میکنن. یعنی در یک آزمایش، حالا بگم آزمایش اول، این اندیسه فقط آزمایش اول، این نسبت و این کسر رو محاسبه کرد، دید با این نیرویی که به دست میاد بین 2 بار خیلی متفاوت. در آزمایش دوم هم همینطور، آزمایش سوم هم همینطور. اما نکته‌ای که وجود داشت، موقعی که اومد این نیرو رو تقسیم کرد، نیرو حالت 1 تقسیم کرد بر این کسر در آزمایش 1 ثابت به دست آورد که این در آزمایش 2 هم دقیقاً همون ثابت به دست اومد و 3 و 4. و متوجه شد که همیشه اگر بیاد نیرویی که بین 2 بار نقطه‌ای هست رو به دست بیاره از طریق نیروسنج و هر روش آزمایشگاهی دیگه و تقسیم کنه بر این کسر، یعنی اندازه 2 بار ضرب در هم و تقسیم بر فاصله شون به توان 2، تقسیم کنه بر این کسر، حاصل این کسر همواره یک عددی به دست میاد که ثابته و اسمش رو گذاشتن به افتخار آقای کلون، ثابت کلون. و در واقع مهمترین کار آقای کلون به دست آوردن این ثابته. توی فیزیک
شما وقتی ثابتی رو به دست میاری خیلی مشکلات رو حل میکنی. ببینید این یک دنیای دیگه است، این دنیای نیروهاست، این دنیای بارهاست. ربطشون از طریق این ثابته و مشکل کار همین ثابت بود که کلون به دستش آورد. خب نکته دیگه که وجود داره اینه که این ثابت حتما باید یک واحدی داشته باشه، چون داره نیرو رو به این دنیا میبره و این دنیا در واقع دنیای بارها فاصله ها رو به نیرو میبره. خب کاری نداره به دست آوردن این ثابت، کار خیلی آسونی هست. در واقع واحد این ثابت گفتیم که F تقسیم بر Q1 Q2 R2 مساوی این ثابت هست. خب واحد این بر خب ببینیم واحد کا یا ثابت کلون چی هست. میگیم واحدش این هست دیگه، نیوتن تقسیم بر کلون به توان 2 تقسیم بر متر به توان 2 که این در واقع همون نیوتن متر به توان 2 تقسیم بر کلون به توان 2 هست. اوکی، خیلی ساده. حالا ما اومدیم در واقع واحد ثابت کلون رو هم به دست آوریم، اما مقدارش رو تو آزمایشگاه میگم متفاوت انجام داد. آزمایش‌های متفاوت در آزمایشگاه‌های متفاوت انجام شد در جاهای مختلف دنیا و این مقدار چیزی حول و حوش 9 در 10 به توان 9 نیوتن متر رو کلون. در واقع این تقریب هست دیگه. شما هم دیگه توی درس فیزیک دبیرستان همیشه از این تقریب میتونید استفاده کنید. حالا این نکته اضافه‌ای که تو کتاب هست و بعضی وقتا در واقع ازش سوال میاد و البته خیلی نکته مهمی هست. یعنی من حتی همین الانم در دوره در کار خودم هم دارم ازش استفاده میکنم که این کا خودش باز دوباره تعریف میشه. یعنی این کا به دست آوردنش از طریق یک ثابتی به نام ثابت در واقع ضریب گذردگی الکتریکی خلا و حالا مقدارش هم متر به توان 2. خب میبینید که در واقع برعکس دیگه، چون این پایین این بالا هست باید واحداشون دقیقا برعکس هم باشه. این که واحد نداریم نه واحد نداریم. واحد اپسیلون صفر دقیقا معکوس واحد ثابت کلون هست و گفتم اسم این هم بنویسم ثابت ضریب این ضریب خیلی مهم هست، ضریب گذردگی الکتریکی خلا و من توی کار خودم همین الانم که الان دارم با این ضریب کلی کار دارم و خیلی خیلی مباحث رو برای ما روشن میکنه این ضریب. خب نکته‌ای که خیلی وجود داره، نکته خیلی اهمیت داره در واقع و خیلی اشتباه میشه بین دانش آموزا، اینه که بعضی وقتا دافعه و جاذبه رو من با علامت منفی و مثبت میخوان مشخص کنن و این خیلی غلط. ببینید اینجا ما 2 بار داریم مثبت، حالا با هر مقداری دارن به هم یک نیروی وارد میکنن. این بار 1، این بار 2. این بار 2 داره نیرو از طرف 1 بهش وارد میشه در جهت، حالا اگر محور x ها اینوری باشه یا بگیم i بردار واحد. یک نیرویی هم خود 2 برابره با این اندازه هاش با هم برابره، داره به 1 وارد میکنه که ما گفتیم F 1 2 از لحاظ برداری منفی F 2 1، این دقیقا در خلاف جهت هم. نیروی جفتشون چیه؟ جنس این نیروها از جنس دافعه است، اما یکیشون میتونه منفی باشه یکیشون مثبت، هیچ ربطی نداره.
پس تا اسم جاذبه میاد نباید بگیم منفی نیروها، نه خیر، اصلا نیست. و این در واقع یکی از دلایل صفر کردن قانون سوم نیوتن هست دیگه. چون وقتی یک بار داره یک نیروی وارد میکنه به بار دیگه، اون بار همون مقدار نیرو رو باید به این وارد کنه، اما در جهت مخالفش. پس هیچ ربطی به جاذبه و دافعه و این داستانا نداره اینکه این مقدار منفی، مثبت یا هرچی. اما مثلا موقعی که ما قرارداد میکنیم که محور ایکسمون در این جهت باشه، در جهت نیروی 1-2، خب مسلما 1-2 مقدار مثبتی داره و اون یه مسئله دیگه است، به فرض ما ربط داره و میتونیم حتی این فرضاً تغییر بدیم بسته به شرایط مثلا. پس علامت این نیروها فقط به جهتشون نسبت به این مرجعه ربط داره. این خیلی نکته مهمیه، به چیز دیگه ای ربط نداره. برای همین یک نکته خیلی خیلی مهم که قرارداد میکنیم از امروز با هم اینه که هر مسئله‌ای که دادن، بار مثبت بود، بار منفی بود، منفی جفتش بود، ما کاری نداریم به اون جنس بار که منفی یا مثبت. همواره این نیرو رو اینجوری حساب میکنیم. کا که میاد اینجا، Q1 اندازش، Q2 اندازش تقسیم بر فاصله شون به توان 2. البته این قانون هم خب حالا من ننوشتم، این قانون هم از همون در واقع به دست آوردن اون ثابته بود دیگه. ما گفتیم این ثابت اینجوری به دست میومد، Q1 Q2 تقسیم بر R2، اینا اندازه بود دیگه، مساوی میشد با کا. خب شما میتونید کسر رو بری بالا و قانون کلون رو برای محاسبه نیرو در واقع بازنویسی بکنید و نیازی دیگه نبود من اینو بنویسم. تو این قانون برای به دست آوردن نیرو ما قرارداد میکنیم از این به بعد کاری به علامت ها دیگه نداریم، فقط اندازه ها رو میذاریم. اگه یک باری منفی 2 میکروکولون بود مثلا، یا اصلا هر چقدر بود، ما منفی رو نمیذاریم، ما اینجا 2 میکروکولون رو میذاریم. این نکته خیلی مهمی. و در نهایت مینویسیم جاذبه یا دافعه. اگر هم خواستیم توضیح بیشتر بدیم اینجوری تعیین میکنیم. بسته به نوع، حالا ادامه تو حل مسائل بهتون نشون میدیم، بسته به نوع این مشخص کردن این جهت محورها ما میتونیم حالا منفی، مثبت یا هر چیزی به این بدیم. اما ما با قانون کلون فقط و فقط اندازه نیرو رو میخوایم، نه جهت. این خیلی خیلی نکته مهمی است. خب بریم سراغ یک مثال از کتابتون. مثال 1-2 مثال خیلی مهمی است. در واقع اومده اتم، گفته که نیروی بین پروتون هسته اتم هیدروژن و الکترون اون رو که حالا با یک فاصله دور هسته در حال چرخش هست به دست بیاره. به ما گفته که این فاصله بین این دو R هست که R یا این فاصله رو از این مرتبه داده و گفته نیرویی که این دوتا با هم وارد میکنن رو به دست بیاریم. نکته اول این که ما میدونیم این پروتون داره الکترون رو به سمت خودش میکشه و برعکس، الکترون هم پروتون رو به سمت خودش، و این F اندازش برابر است با Q پروتون قدر مطلقش، Q الکترون قدر مطلقش، تقسیم بر فاصله شون به توان 2. Q پروتون 1.6 در 10 به توان -19 کلون هست که این منهای Q الکترون هست. چون میدونیم بار الکترون منفی هست و منفی میشه مثبت، اما اندازه هاشون برابره. یعنی ما میتونیم اینجا این نیرو رو اینجوری بنویسیم، Q پروتون به توان 2 تقسیم بر R2. چون اندازه این دو بار، اندازه ها با هم برابر هست، به جای QA میتونیم بذاریم QP. و اگر در واقع ما اینو حساب بکنیم F مساوی میشه با
9 در 10 به توان 9 ضرب در، من دیگه واحدها رو نمی‌نویسم، 1 و 6 دهم ضرب در 10 به توان 19 به توان 2 تقسیم بر 5 و 3 دهم در 10 به توان منهای 11 به توان 2. اگر این رو حساب بکنیم چیزی هولوش 10 به توان منهای 8 نیوتن به دست. خب در قسمت ب این سوال که به طبیع این مثال از ما خواسته که حالا بیایم در واقع نیروی بین دو تا پروتون یک هسته هلیوم اون نیرو رو به دست بیاریم، چون این هسته به شدت در واقع فاصله ها کم هست و این آری که اینجا هست خیلی خیلی کوچیک هست. خب ما بارها رو میدونیم، آر رو هم داده بهمون 2.4 در 10 به توان منهای 15 متر. خب نیروی دوتا پروتون، حالا پی پی بذاریم اسمش رو، پروتون به پروتون، دوباره کا کیو پی به توان 2 تقسیم بر آر 2 مساوی هست با 9 ضرب در 10 به توان 9 در 1 و 6 دهم 10 به توان منهای 19 به توان 2 تقسیم بر 2 و 4 دهم در 10 به توان منهای 15 به توان 2. اگر اینو حساب بکنیم چیزی در حدود 40 نیوتن هست و این خیلی خیلی عدد بزرگیه. شما دقت کنید در هسته اتم دو تا پروتونی که همدیگر رو میخوان دفع بکنن با این نیرو هم دفع میکنن و خیلی نیروی بزرگی هست. اما چرا این پروتون ها از هم جدا نمیشن و در واقع اتم ها از هم نمیپاشن؟ چون اگر همچین اتفاقی رخ میداد اصلا حیاتی وجود نداشت و همه این اتم ها از بین میرفت و هیچ اتمی وجود نداشت، چون هسته اتمی وجود نداشت. پس انگار یه اتفاقی داره اون وسط میفته که ما نمیبینیمش. خب خیلی گفتن شاید به خاطر نیروی گرانشی هست که این دوتا ذره به هم وارد میکنن، یعنی اینا یه جرمی دارن همین پروتون ها که باعث میشه اینا همدیگر رو به خاطر این نیروی گرانشی جذب کنن. اما موقعی که نیروی گرانشی رو در واقع محاسبه میکنیم برای ذرات کوانتومی یا ذراتی که به شدت در ابعاد ریز هستن مثل پروتون، الکترون و غیره، حدوداً این نیروی گرانشی چیزی از مرتبه 10 به توان منهای 47 نیوتن هست. اصلا توانایی اینو نداره که این نیروی اندک بتونه ذرات کوانتومی رو اونجا این پروتون ها رو اون در مرکز هسته نگه داره. در واقع در دنیای کوانتوم این نیروی گرانشی خیلی خیلی بی اهمیت میشه و ما دیدیم که حداقل در واقع نیروی الکتروستاتیکی چیزی از مرتبه 10 به توان منهای 7 نیوتن هست. این همین هولوشه. پس چیه این قضیه؟ چیه که این پروتون ها از هم فاصله نمیگیرن؟ نتیجه گیری کردن که یک نیروی در اون هسته اینها رو کنار هم قرار داره به نام نیروی هسته که حالا بعداً بیشتر باش آشنا میشیم.